السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال باغی نو. امروز ما قرار داریم در تاشکند. در اینجا میبینید خیلی که یک 70 گیتار زمین انگور باغ. این انگورو 8 ساله بوده. 8 ساله زمینکی خیلی شفال کردگی و در اینجا نوهاش باشد. نوی کشمش، دو نمود کشمش هست. اساساً برای مویز میکردین. ما را فریاد کردن که همین سورت های نو کنیم، سورت هایی که بازار طلب میکند از هوایو تغییر کردن در کار، یعنی دیگر خیلی نو کردن در کار. باید ما از نو بشنانیم یا چه کنیم. گفته ما را فریاد کرد، ما آمدیم دیدیم. خب توکایی که میبینید از هر یک توک خیلی زنگ های سیاه چند تا موندگی است. یک دو سه تا در اینجا باشد، یا در یک تا آبشی سه تا چهار تا باشد و این دو تا کتی شش تا زنگ سیاه موندگی، یعنی لیدر نوده لیدر بسیار موندگی هر طرف تقسیم شد و پرورشی توک هم کمتر بزرگ شدگی. حاضی ما چیکار کردیم؟ ما همین نوده های زیادتر را بریدیم. همین نوده های سیاهی که میبینید اینا را بریدیم، پرتافتیم. فقط از هر یک به دو تگی بعضش و یک تگی اینم خیلی نوده سیاه هم موندیم. حالا کن اگر همش بریده پرتایم این پاک شدنش ممکن، یعنی سرکولاسیون تمام میشد، یعنی از عمل میماند. برای های دو تا موندیم که وای همین تامینات آمدن گیرد، کار کردن گیرد درخت. وقتی که اینا سبزید نودایی که زیادش گرفتیم نوده کم موند، برای هوای از تک نوده سبزی نو میبراید، یعنی وایو با بخوتر غوستر میبراید. ما ای تگی کنده نوده سوز کرده پیوند میکنیم و نتیجه وای کلام میشد تو بالا که برآمد خودش گرفت. بعد من این نودایی که ما زیادی مونده بودیم و یارم بعد میبریم و پیوند کردگی نودامونه ما راست میبریم. این خیلی توک نمیکنیم، چولاب نمیکنیم، فقط همین خیلی شپالیر دور خودش میکنیم. فقط همین نزدیکی به ما خطای رفتیم، تجربه اونا رو دیدیم و از خیمش دیدیم چه خیلی کدگی، رنگ هم خیلی کدنیه. یعنی این شپالیر به سیم کشیدگی تیار آخنوش هم هسته. مو اینجا سه تا آخن میشد، بالا با یک تا، مابین کمتر کلتتر و پایان تا یعنی ممکن 30-40 سانتی متر میشد. هوا را میمونیم، بعد سیم میکشیم. این نوده‌ای که پیوند کردیم این بالا را میبریم، دو طرف با تقسیم میکنیم و نوده های حاصل دهنده را اینجا من اینجا سیم میشد کو همین حاصل دهنده را سیم با میکشیم، یعنی تگش کشود میشد، شمال بیمالول میگردد و حاصل در یک جای میشد. خلاصه همین باغ پریت که کرده نوی نو رو دیگر، یعنی دیگر نو رو کرده پیوند کرده میتیم. این کار یعنی اجرای کار در دوام کار نور کرده به شما نشان میتیم. ما ممکن شما هم یگان چی می آموزانید، یعنی یک سال از این حاصل نمیگیرد، یعنی از همین جا خیلی که میبینید 70 گیتار باشد، ما حاضر همش نه ممکن نیمش خیلی کردنیه، یعنی یک سال حاصل نمیگیرد، لیکن سال آینده پر را از همین باغ حاصلی نوی انگوری نو حاصل میگیرد. از سبب چی؟ از سبب ریشه تنه انگور بقوت برای های تست میسازاند، پرورش میکنیم. سال آینده 100% همش حاصل میکند، لیکن حاصلش 100% نمیتید. همش حاصل میکند لیکن پررگی کتی نه، یکم سال کمتر باشد، سال آینده با پره حاصل دادن میگیرد. اگر شما هم خیلی باغ داشته باشه میتوانید رنگ همین اصول باغتون عوض کنید میشود. عین حال
ما همین تاکو را بریدیم. انا اکنون اینو را جمع میکنیم. تگش و تراکتور میرود شلگور میکنه. خیلی دارو رو شپیدن. دیگر کارو را سانی ما نشان دادن میگیریم. اگر شما در کانال نباشید یا که انگور پرور باشید، انگور به ذوق داشته باشید، در کانال ما ابونه شوید. درباره انگور پروری یعنی درباره انگور، ساخه انگور چیزی باشد معلومات را میتیم. سلامت باشید. اگر ویدیو ما معقول شده باشد حتما لایک کنید و به کانال ابونه شوید.